خبرگزاری دیتا رو بر پایه امور پریمورکستات خبر داد که در سال 2021 در کشور پریموریای روسیه 644 عقد نیکوی بین المللی بسته شده. در 483 مورد عروسان روس شوهر خارجی کردند و در 260 اولت باقی مانده برعکس مردان روس زن خارجی گرفتند. تاجیک‌ها در بین دامادهای خارجی در پریموری بعد ازبک‌ها جای دوم را گرفتند. 40% نکاح‌ها با دامادهای خارجی در منطقه یا در 175 مورد با زادگان ازبکستان و 30% یا در 133 مورد با زادگان تاجیکستان بسته شده. در جای سوم دامادهای آذری با 11% ایستادند. ولی آمار جالبتر آمار نکاح‌های برعکس یعنی به مردان ساکنان پریموری به شوهر برآمدن عروس‌های خارجی است. در این چمپیونات جای اول را زنان و دختران از تاجیکستان گرفتند. از 206 مرد ساکن پریموری که سال گذشته با عروسان خارجی ازدواج کردند 28% یا 58 نفر آنها با زنان و دختران زاده تاجیکستان، 27% یا 56 نفرش با زنان و دختران از ازبکستان و 13% یا 27 نفر با بانوان از قرقیزستان ازدواج کردند. 14 عقد نکاح در پریموری بین خود خارجیان صورت گرفته است، یعنی هم عروس و هم داماد خارجی بودند. روشن نیست که آیا همه این نکاح‌ها در پایه محبت بسته شدند و یا برخیش حساب شده هم هست. البته بخش اعظم آنها دختران تاجیکند که با مهاجر بچه‌های تاجیک به سفر برآمده به روسیه رفتند، ولی برخی مهاجران از جمله زنان گاهی به خاطر آسان‌تر به دست آوردن شهروندی روسیه با ساکنان این کشور عقد نکاح می‌بندند و در گذشته ده‌ها حالت بود که مقامات روسیه این نکاح‌ها را قلبکی دانسته بیکار هم کردند.